أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین افتراشون، چهارمین کفرشون، ضلالتشون اینه که همه صحابه یاران پیغمبر، دست پروردگان پیغمبر علیه السلام که دومین معجزه‌اش بعد از قرآن می باشند، همه مرتد شدند. چرا؟ برکه به این وصیت قضایی عمل نکردند. مرتد شدند. علیشون تعریف میکنه عجب ارتدادی ها. و امامت و ولایت قضایی رو از کسی که مستحقش بود دور نگه داشتن، اونم علی و اولادشه. و امامت را به یک شخص منافقی دادن، نعوذ بالله، که با رسول باطنشو اظهار نمی کرد، همیشه نفاق به خرج میداد و خلافت رو بعداً هم دست گرفت. اون کیه؟ همون کسی که رسول نشناختش منافق بود، بلکه نزدیکترین یارغار پیغمبر بود در نزد سربازان سبعیه در لباس رافضیگری. اون منافقه، یعنی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. و در چنین کاری هم دشمن دیگر این دین، یعنی عمر ابن خطاب، اونو کمک کرد رضی الله تعالی عنه. و همه صحابه کافران جز 3 نفر. و هر کسی هم که بعد از رسول خدا صلی الله علیه وسلم ادعای خلافت بکنه، یعنی ابوبکر، و کافره و خونش هم حلاله. و خداوند هیچ عملی رو ازش قبول نمیکنه. اگر به اندازه کوه طلا هم صدقه بده، خداوند هیچ عملی ازش قبول نمیکنه. اگر در راه خدا شهید هم بشه، مادامی که بر امامت 12 نفر ایمان نداره، ایمانش قبول نیست. بلکه ارکان ایمان در نزدشون ولایتی که ابن سوا ساخت، در قرآن ازش خبری نیست، در نهج البلاغه ازش خبری نیست، ائمه اهل بیت رضی الله تعالی عنهم ازش خبری ندادن. و پنجمین ضلالتشون اینه که همه حکومت هایی که بر مسلمانان حکومت کردن